روز 3 ایول در حضور کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان جان گینکل و معاون فرمانده قشون‌های مرزبانی تاجیکستان پلکونیک رجب سعیدزاده در نایه شهر توس مراسم سپاریدن پاسگاه مرزی دایر شد. این پاسگاه مرزی با مبلغ $570,000 کمک مالیوی آمریکا تعمیر و بازسازی شده است. سفارت آمریکا گفت این پاسگاه برای نیروهای مرزبانی امکان علاوگی برای نظارت و پاسبانی مرز با افغانستان را در منطقه شهر توس ولایت ختلان فراهم می‌آورد. انشاءات مذکور اقتدار نیروهای سرحدی را برای پیگیری و پیشگیری ویرانکنی مرزها تقریبا 15-20 کیلومتر و مقاومت با تهدیدهای فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق و افراطگری و زورآوری به طور نظررس بلند می‌بردارد. گفته می‌شود در اطلاعیه رسمی سفارت آمریکا می‌گوید ایالات متحده همچنان جانبدار شریکی با تاجیکستان برای دستگیری صاحب اختیاری، امنیت و نقش آن در حفظ صلح و شکوفایی درازمدت در افغانستان میباشد. سفارت یادآور شده است که از سال 2007 این جانب برنامه مبارزه بر ضد مواد مخدر دفتر همکاری‌های غربی به تاجیکستان از جمله برای تجدید یا ساختن یکچند پاسگاه مرزیش به مبلغ بیش از $155 میلیون کمک رسانیده است. بنا به آمار سفارت آمریکا، ایالات متحده در طول قریب 30 سال همکاری با تاجیکستان توسط برنامه‌های به بخش خصوصی، کشاورزی، تندرستی، معارف، نهادهای دموکراتی و امنیت تاجیکستان را دستگیری می‌کند. به مبلغ بیش از $1.8 میلیارد کمک کرده است. ولی حامیان حقوق میگویند کمک‌های آمریکا به تاجیکستان در سال‌های اخیر بیشتر به مقامات امنیتی این کشور صورت گرفته، مبلغ‌گذاری برنامه‌های دیگری چون حقوق انسان، آزادی مطبوعات و آزادی‌های دموکراتی از جانب آمریکا برعکس خیلی کاهش یافته است.